قاعده دوم، معنای عقیده توحید را در لغت و اصطلاح بدانیم. توحید در لغت به معنای یگانگی می باشد و در اصطلاح یگانگی الله در 5 چیز است. در 5 چیز در قرآن عظیم الشان عقیده در 5 چیز ذکر شده: در ذات الله، یک، دوم در صفات الله، سوم در افعال الله، چهارم در عبادت الله و پنجم در اطاعت از شریعت الله. عقیده داشته باشیم که الله در افعالش ذات یگانه هست، بناء افعال خالق را به کس دیگر نسبت، این میگه یک نقطه از پیششان مانده. عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی در صفاتش یگانه هست، بناء صفات خالق متعال را به مخلوق نسبت نمیدهیم. عقیده داشته باشیم که الله در عبادتش یگانه هست، به این اساس فقط عبادت را مخصوص خالق نموده و کسی را در عبادتش، اینجا یک تی مانده، شریک نمیکنیم. متوجه هستین؟ عقیده داشته باشیم که الله در اوامرش یگانه هست، به این اساس فقط شریعت الله را قبول نموده، قوانین دیگران را بالای خود تطبیق نمیکنیم. به این اساس کسی که عقیده توحید دارد، الله را به یگانگی در ذات، صفات، افعال، عبادت و پیروی از شریعتش ایمان داشته مطابق آن زندگی می نماید. هم ایمان داشته باشی، هم مطابق از او چی کنی؟ زندگی بکنی.